طبق اطلاعات و سناریوهایی که برای فصل سوم سریال خواهران و برادران مطرح شده، به احتمال بسیار زیاد در قسمت‌های آینده شاهد هستیم که یک مهمانی و پارتی بزرگ برگزار می شود و به روال سریال که در مهمانی‌ها و پارتی‌ها رازهای بزرگ آشکار می شود، در این پارتی نیز راز بزرگ عمر و احمد آشکار می شود. عنوان شده است که احتمالاً در هیاهوی مهمانی و پارتی سیوگی هر طور که شده از انباری بیرون می آید. یا این احتمال هم وجود دارد که عمر و آسیه متوجه شده و او را بیرون بیاورند. بعد از آن سیوگی در مهمانی و در حضور همه اعلام می کند که عمر پسر احمد است و احمد در واقع پدر واقعی عمر است. این احتمال نیز مطرح شده است که احتمالاً عاکف این راز را در مهمانی لو داد، چرا که بین احمد و عاکف درگیری‌ها بالا گرفته و عاکف با این کار انتقام خود را از احمد می‌گیرد. به هر حال چیزی که قطعی است این است که راز عمر و احمد در قسمت‌های آینده آشکار می‌شود. عمر با شنیدن این واقعیت شوکه شده و باور نمی‌کند که احمد پدرش باشد و سیوگی به همین خاطر وارد خانواده او شده باشد. از آن طرف این ماجرا باعث شوکه شدن سارب و یاسمین هم می شود، چرا که می‌فهمند عمر در واقع برادر آنها محسوب می شود. با آشکار شدن این واقعیت قرار است تا قسمت‌های آخر شاهد درگیری عمر با سیوگی، احمد و سوزان بر سر این مسئله باشیم و اینکه آیا ارثیه و مال و اموال احمد و سیوگی به عمر میرسد و یا اینکه شوال و خانواده‌اش مانع از این کار میشوند. برای اطلاع دقیق از داستان سریال باید منتظر ماند تا قسمت‌های جدید آن به صورت کامل منتشر شود تا از همه ماجراها و اتفاقات آن به صورت دقیق مطلع شد.